بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به سیمای دیگه از سیمای بانوان بزرگ صدر اسلام، صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نمیدونید چقدر برای خود من لذت بخشه و احساس شادمانی و فرح میکنم وقتی که برمیگردم به عصر و زمانی که نور اسلام در اون تابیدن گرفت و جهان بشریت رو تحت شعاع خودش قرار داد و از بندگی خرافات و اوهام و سنگ و چوب و مرده و فرشتگان و جنیان نجات داد، از طاغوت‌ها نجات داد و انسان رو به بندگی الله رسوند. رذائل و پستی ها رو از انسان دور داشت و انسان رو به حقیقت و محبت و دوستی و صداقت و پاکی رهنمون ساخت. و وقتی این نور رو میبینیم در این نسل که چگونه این مدرسه نبوی، مدرسه نبوت، اولین مدرسه اسلام تحت آموزش آیات الهی و سنت نبوی نورانی هست و نور خودش رو به جهان بشریت میتابه و این محبت و الفت و دوستی و بندگی و صلاح رو داره به انسانها تقدیم میکنه، خیلی لذت بخشه. شاید که از زیباترین لحظاتی که انسان میره در اون زمان زندگی میکنه، در اون زمان قرار میگیره و این آرزو رو میکنه که ای کاش ما هم بتونیم درون خودمون و روح خودمون و جسد خودمون رو از پاک زشتی ها، خبث ها، پلیدی ها، بدی ها پاک بکنیم و به سوی خوبی ها، پاکی ها، محبت ها و نور راهنمود کنیم، تاریکی رو رها بکنیم، از ظلمت جهل و نادانی خارج بشیم، به روشنایی نور و دانش و آگاهی و عمل خوب برسیم. این دیگه لطف الله رب العالمینه. اندکی هم اگر نصیبمون بشه خودش غنیمت. لحظاتی رو هم که با خوبان باشیم بر ما اثر خواهد گذاشت. ماجرای همون گل خوشبو در حمام که میگه وقتی از دست به دست دوستی رسید گفت از کجا داره این بو خوب شدی؟ میگه من کنار دوستی قرار گرفتم و متأثر از اون شدم. اگر با خوبان باشیم، همراه خوبان باشیم، بدونید اگر مثل اونها نباشیم بوی اونها به ما اثر خواهد کرد. مثل ماجرای همراه شدن با دوست عطر فروشی هست که اگر شما همراه اون باشید، اگر به شما عطر هدیه نده بوی عطر اون به مشام شما خواهد رسید. یا اون دوست آهنگر یا اون دوستی که با دود و زغال اینها سر کار داره. اینجا بحث تمثیل بو هست، نه اخلاق. خب هیچ کار که به شما آسیب نرسونه، لباستون رو اون بالاخره جرقه های آتش نسوزونه، اون بوی دود اینها بهتون میرسه. نه اینکه خدای نکرده بگیم آهنگر بده یا مثلا عطر فروش خوبه، همه خوبه، ولی این بحث بو رو تشبیه میکنه. دوست خوب مثل همین میمونه، انسان متأثر میشه، تأثیر پیدا میکنه. دوست بد این گونه است. با این بزرگان زندگی کردن بر روح و روان و اخلاق ما اثر میذاره. امیدواریم همین 10-15 دقیقه‌ای که هر روز خداوند توفیق داده با این یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم از این نور بهره مند بشیم. داستان گفتیم صحابیه بزرگوار ما، بانوی بزرگوار امروز ما امیمه بنت صبیح هست. امیمه بنت صبیح. ما دیگه تو این جلسات میگم که فقط داستان سعی کردیم بانوان صدر اسلام رو یه مروری داشته باشیم. امیمه بنت صبیح ببینید کی هست. اسمها میگم برای ما خیلی هیچگاهی ناآشناست، حتی برای خود من که عالمی نیستم، من معلم ساده‌ای ام تو این زمینه افتادم. میگه که در وقتی ما کاروان این صحابیات رسول خدا قرار میگیریم، بانوان بزرگ، و زندگی میکنیم لحظاتی رو با این بزرگواران و بهره مند میکنیم، زندگیمون رو نورانی میکنیم، هر لحظه از معجزات پیامبر خدا، از برکات و رحمات اون رو میبینیم. شما ممکنه الان بگید که این شخص کیه؟ این مادر کیه؟ مادر صحابی پیامبر خدا، صحابی که همه ما میشناسیم، صحابی که حافظ میراث پیامبر خدا هست، امام هست، فقیه هست، مجتهد هست، حافظ هست، صاحب رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه، ابو هریره دوسی یمانی، کسی که سرور حفاظ
روایات پیامبر هست. حافظ هست، بین بهترین حافظ در روایت صحابه پیامبر هست. بیشترین روایت رو از پیامبر خدا نقل کرده که روایات ابو هریره از پیامبر به 5374 حدیث میرسه. یعنی کامپیوتر عصر پیامبر محاسبه میشه که امام شافعی رحمت الله علیه در مورد حضرت ابو هریره رضی الله عنه، این صحابی بزرگوار، میگه احفظ من روى الحدیث فی دهره. بیشترین قدرت حفظ رو داشت در روایات پیامبر، حدیث پیامبر، نسبت به همروزگاران عصر خودش، هم عصران خودش. این فضایل ابو هریره است. ولی ابو هریره یتیم بزرگ شد، یتیم زندگیشو گذران، چرا که پدر ایشون وقتی که کوچیک بود از دنیا رفت و ایشون تحت حمایت مادرش قرار گرفت. و هدف ما امروز اینه که سیرت و زندگی مادر ابو هریره رو بخونیم. گفتم که هیچ شخص بزرگواری وجود نداره که مگر مادر بزرگی پشت سرش بوده. هیچ مرد قهرمانی وجود نداره مگر همسر به قول معروف شجاع و نیکی کنارشه، همسر پاک سیرتی کنارشه. ببینید مادر ابو هریره امیمه بنت صبیح ابن حارث هست که معمولا ایشون دیگه به کنیه همین ام ابو هریره مشهور شده، به کنیه ام ابو هریره. این زن بزرگوار هم یکی از زنان مشهور صدر اسلام هست. از همان روزی که ایشون اسلام آورد به برکت دعای پیامبر، و پیامبر هم دعا کرد اللهم اهد ام ابی هریره، خدایا مادر ابو هریره رو هدایت بکن. حالا نگاه میکنیم ببینیم داستان هدایت ایشون چگونه است. مصادر مطمئن و منابع مطمئنی که نقل میکنه این که حضرت ابو هریره وقتی که به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اومد در سال هفتم و پیامبر در خیبر بود، خب ایشون مسلمان شده بود، کنار پیامبر اومد، با کمال میل اسلام خودش اعلام کرد، با شوق و علاقه، و خدا رو شکر کرد به خاطر اینکه از تاریکی ها به سوی نور هدایت شده، از بندگی و بردگی سنگ ها و زیارت ها و بت ها رها شده، به بندگی خدای یگانه رو آورده. خود ابو هریره از این حالت خودش این گونه نقل میکنه لما قدمت علی النبی قلت فی الطریق، وقتی که پیش پیامبر اومدم در مسیر راه گفتم یا لیلة من طولها و اینائها علی انها من دارة الکفر نجت. خیلی جالبه، اینو با این حالت آورده، خیلی زیباست. حالا بعضی گفتن نجت، ای شبی که از چقدر طولانی بود و سخت بود در این دوران جاهلیت، با وجود این که در دوران کفر، در سرزمین کفر، خانه کفر بود، اما این شخص نجات پیدا کرد. و پیامبر گو ابقی یا غلام، پیش من بمونه پسر. میگه وقتی که فلما قدمت و بایعت، پیش پیامبر اومدم و بیعت کردم، میگه این جوان میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت هذا غلامک یا ابو هریره. دقت کن خیلی جالبه. میگه وقتی پیش اومدم یه غلامی داشت ایشون ابو هریره، میگه این پیش من نگرش دار. میگه وقتی من اومدم پیش پیامبر رو بیعت کردم و بالاخره اون غلام شد، گفت این غلام توئه؟ گفتم بله. بعد گفت پیامبر گفت، بعد منم بلافاصله گفتم این به خاطر شما حر لوجه الله، من اینو آزاد کردم به خاطر رضای خدا و اعتقته، و اینو آزاد کردم رها شد. و دیگه ابو هریره با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کرد و همراه پیامبر بود و در حضر و سفر دیگه از این لحظه به بعد ایشون در کنار پیامبر. بسیار حرص شدیدی داره که سخنان پیامبر رو بشنوه، حفظ بکنه، تفقه داشته باشه، برخلاف برخی که میگن معاذالله ابو حنیفه فقط راوی بود، فقه نداشت. مگر میشه صحابه پیامبر شخصیتی با اون همه روایت؟ من متاسفانه گاهی تعجبم دیگه اتفاقاتی که میفته، به خاطر اینکه برخی میخوان اون قالب‌های ذهنی خودشون رو تعبیر بکنن یا مذهبی خودشون رو. ابو هریره مسلمان شد. خب اما یک اتفاق افتاده بود که خواب را از چشمش برده بود. اون هم نقطه اتصالش در زندگی بود، مادرش بود، امیمه بنت صبیح بود. امیمه بنت صبیح مادرش اسلام رو قبول نکرده بود و خب ایشون لجاجت میکرد و این هم خب حالا دیگه سن سالی بود که از مادرش هم باید مواظبت میکرد و ناراحت بود به خاطر این شرک مادرش. و اسلام هم میدونید یه امر انتخابیه، امر اجباری نیست. انسان میفهمه، میشناسه، انتخاب میکنه، میپذیره، واردش میشه، تسلیمش میشه، بیعت میکنه، سیتیزنش میشه اصطلاحاً. در اصل ابو هریره میگه خیلی تلاش کرد که بتونه مادرش رو به اسلام علاقمند بکنه، دعوت کرد، صحبت کرد، اما مادر گوش نمیکرد، عصبانی میشد و ابو هریره رو منع میکرد و باهاش برخورد تند میکرد. خب اون سعی میکرد دل مادرش رو نشکنه، با مادرش مدارا بکنه. این رو میگم برای خیلی از مهتدین که حواسشون جمع باشه. اما ابو هریره دیگه کوتاه که نمیومد دیگه، هی تلاشش رو میکرد تا اینکه رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله تعریف کنه رسول الله
اینجوریه. من هی سعی میکنم، مادرم گوش نمیکنه، عصبانی میشه، برخورد بد میکنه، گاهی ممکنه حرفی بزنه که خدای نکرده نسبت به اسلام، خدا نسبت به شما باشه. و شما یه فکری به حال من بکنیم و این دعایی چیزی بکنیم. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا کرد. ببینید امام مسلم این روایت رو نقل میکنه در صحیح خودش به این مضمون که میگه من مادر خودم به اسلام دعوت میکنم و مشتکه و مادرم گوش نمیکنه، تا اینکه رفتم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و گریه کردم و انا ابکی و گریه میکرد. خب محبت علاقه نمیخواد ببینه مادرش با آتش بره. گفتم یا رسول انی کنت عهد امی الاسلام، مادرم دعوت میکنم فتعب علی، قبول نمیکنه. فدعوت الیوم، امروز اون دعوت کردم. فاسمعتنی فی کما اکره، ولی چیزی ازش شنیدم که خوش ندارم، یعنی حرف تندی به من زد حالا نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا نسبت چیزی. فدع الله ان یهدی ام ابی هریره، دعا کن که خدا مادر ابو هریره، مادر من هدایت بکنه. میگه فقال رسول صلی الله علیه و سلم اللهم اهد ام ابی هریره، خدا یا مادر ابو هریره رو هدایت بکنه. ایشون میگه من رفتم که به مادرم خبر بدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم شما رو دعا کرده، که وقتی که رسیدم در خونه دیدم که در بسته شده و صدای این شنیدم که مادرم مثلا صدای پای من نشید در رو بست و یعنی طوری بود که من نتونم برم تو خونه و اینها. بعد گفت در سر جای خودت باش. ابو هریره شنیدم صدای آب میاد که مثلا ظاهرا مادر داشته غسل میکرده. میگه مادرم غسل کرد و لباساشو پوشید و فلان و بالاخره اون در اون خمار خودش قرار گرفت. در رو باز گفت ابو هریره اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. میگه من دیگه از خوشحالی بدو برگشتم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و باز هم گریه میکردم. این دفعه از خوشحالی گفتم یا رسول الله ابشر قد استجاب الله دعوتک، خدا دعات قبول کرده و هدا ام ابی هریره، مادر ابو هریره هدایت شده. و حمد الله و اثنا علیه خیرا، و خب خداوند رو خدا شکر کرده و به خاطر این. نیا کنید این لحظات و زیبایی ها چیزی نیست که ما به همین راحتی بتونیم ازش بگیم. خداوند قلب ابو هریره و چشمان ابو هریره رو خنک کرد به اینکه مادرش هدایت شد و خب پیامبر هم دعا کرده بود برای اینها که میگه که خداوند مثلا کاری بکن که میگه پیامبر گفتم یا رسول الله ادعو الله ان یحببنی انا و امی الی عباده المؤمنین و یحببهم الینا، کاری کن که بندگان مؤمنت ما رو، من و مادرم دوست داشته باشن، اون هم ما رو دوست داشته باشن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعا کرد خدا این بنده کوچیک خودت ابو هریره رو دوست داشته باش، مادرش رو دوست داشته باش، کاری کن که نزد بندگان مؤمن دوست داشته باشن و اون هم اونها رو دوست داشته باشن. در هر صورت این مواردی که در مورد ایشون نقل شده بالاخره خیلی زیباست. حالا من چون وقتمون خیلی محدوده، مواردی که بالاخره نقل شده از پیامبر و محبت پیامبر سر منبر پیامبر در مورد ابو هریره نقل کرده، اما امیمه بالاخره تأثیر زیادی بر روح و روان بالاخره ابو هریره داشت و اون که نسبت به مادرش هم خیلی توجه داشت. میگه اما والله لولا الحج والجهاد و بر امی لتمنیت ان اموت و انا عبد مملوک. ابو هریره میگه اگه واقعا به خاطر حج نبود و جهاد نبود و نیکی به مادر نبود، من دوست داشتم بمیرم و یک بنده باشم. یعنی نشون میده که زندگی رو فقط برای خیر میخواسته و مواردی که هست. یه نکته فقط چون وقتمون هم تموم شده خیلی مختصر عبور کنیم. میگن یه روز عمر رضی الله عنه به ابو هریره گفت که میخوام تو رو برای فلان جا فلان کار امارت بفرستم، مثلا فرمانروای فلان جا بشی. و بعد گفت بابا من این کار رو دوست ندارم، اکراه دارم از این کار. بعد عمر گفت که تو چطور از این کار اکراه داری در صورتی که بهتر از تو این کار رو قبول کرد؟ گفت کیه؟ گفت عمر گفت یوسف علیه السلام. بعد ابو هریره گفت نگاه کن یوسف پیامبر بود، پسر پیامبر بود، پسر پیامبر بود. من ابو هریره پسر امیمه هستم و میترسم از سه چیز و دو چیز از سه چیز و دو چیز میترسم. عمر میگه چرا نگفتی 5 چیز؟ چرا همون اول نگفتی از 5 چیز میترسم؟ چرا گفتی از 3 چیز و 2 چیز دارم میترسم؟ گفت آخه داستان داره. من از این میترسم که ان اقول به غیر علم، حرفی رو بزنم بدون علم، و عقدی به غیر حلم، وقتی من فرمانروا میشم حرفی رو بدون علم بزنم و قضاوت بکنم بدون حلم و بردبالی.
اما اون 3 مورد دیگه که میترسم ان یضرب ظهری، که تو منو بزنی با شلاق پشتم. چون عمر تعارف نداشت با عمرای خودش، یه ذره خلاف میکرد، اونها رو میگفتن که برخی اینقدر از شلاق عمر میترسیدن که مثلا از چیز دیگه تو زندگی وحشت نداشتن. اون شلاق عدالت بود در واقع بر عمرای خودش، نه بر مردم. عمرا تا بتونن مواظب باشن که وقت مردم ظلم نکنن. این که من پشتم شلاق زده بشه و ینتزع مالی و اموالم مصادره بشه به خاطر این و یشتم و ارزی و آبروم بره، من برم فرمانروا میذاری بعد یک اتفاقی میفته تو این برخورد رو با من میکنی. در جود و کرم مادر ابوهریره هم نقل شده که بالاخره صحابی رفتن تو خونش و بالاخره ایشون رفت از خونه مادرش غذا و اینها آورد و خوردن، که در همون حدی که داشتند و مطلبی که نقل شده.